سال 2024 یه داو به اسم سالامون بدون هیچ موجود انسانی پروژه خرید یه زمین دیجیتال رو امضا کرد و حتی قرارداد حقوقی بست. از همون لحظه یه سوال اساسی شکل گرفت. وقتی یه شرکتی تصمیم میگیره، پول در میاره، مالیات میده، اما انسان نداره، اون شرکت از دید ما چی حساب میشه؟ کسب و کار، نرم افزار یا حتی یه موجود اقتصادی واقعی؟ من امیرعلی جاوید، بنیانگذار جاوید چین، در این ویدیو هر اون چیزی که از من میبینید و میشنوید درباره انقلاب اقتصادی یا خطاهای انسانی با شما میخوام صحبت بکنم. اگر قابل دونستید دکمه سابسکرایب رو بزنید، دوستانتون معرفی کنید و از ویدیوهای ما لذت ببرید. شرکت ها به یه دلیل ساده دارن دیجیتالی میشن، چون انسان گرونه، کنده و مهمتر اشتباه میکنه. جالبه، همون دلایلیه که خیلی‌ها تو انقلاب صنعتی می آوردن. حالا بیایم به وقت الانمون. مدیری که الان مریض میشه، کارمندی که دقت نداره، تصمیمی که با اشتباه گرفته میشه، اما در مقابلش الگوریتم 24 ساعته کار میکنه، اشتباه نمیکنه، رشوه نمیگیره و از همه مهمتر الگوریتم‌ها مرز ندارن. اونها جهانی متولد میشن و اینجاست که ما الان با انقلاب صنعتی دوم مواجه هستیم. یک سال بعد از اتفاق داو سالامون، سال 2025 داریم میبینیم که داوها تازه سرشکل حرفه‌ای‌تری دارن میگیرن. تصمیم گیری انسانی هم البته ازشون حذف نشده، فقط تبدیل شده به رأی‌گیری دیجیتال. آدم‌ها هنوز هستن، ولی نه به عنوان مدیر و رئیس، بلکه به عنوان سهامدار، رأی دهنده و مشارکت کننده. این جای ماجرا شرکت دیگه یه اداره نیست، یه شبکه زنده از تصمیم‌ها و منفعته و شاید تا ابد هم این رأی‌گیری و رأی دهندگی انسان‌ها پابرجا بمونه. البته باید آینده رو ببینیم، از الان یه ذره حرف پیشه، نمیشه قطعی گفت. اما خطر واقعا کجاست؟ وقتی انسان کمتر تو تصمیم گیری حضور داره، به طبع اخلاق هم کمتر اونجا حضور داره. خود میفهمه سود چیه، ولی نمیفهمه عدالت چیه. میدونه چه پروژه‌ای پولسازتره، ولی نمیفهمه چه پروژه انسانی تره. اینجاست که آینده شرکت‌ها با یه سوال بزرگ روبروه. آیا فناوری کارآمدترین تصمیم‌ها رو میگیره یا درست‌تریناشو؟ حالا بیایید با همدیگه بریم به چند دهه آینده، جایی که هوش مصنوعی، بلاکچین و داوها شرکت‌های آینده رو دارن میسازن. شرکت‌هایی که بی‌مرز، بی‌خستگی و بی‌وقفه دارن کار میکنن. همون لحظه ما باید یه پرسش خیلی مهم از خودمون داشته باشیم. وقتی شرکت‌ها بدون انسان ساخته میشن، آیا هنوز برای ما آدما کار میکنن؟ شاید شرکت‌های آینده الان زنده نباشن، اما بی‌تفاوت هم نیستن.